Hi, my name is Samir. سلام، اسم من سمیر است. And I am 9 years old. و من 9 سال سن دارم. I live in a small town with my mom, dad and little brother. من در یک شهر کوچک همراه مادرم، پدرم و برادر کوچکم زندگی می کنم. Today I want to tell you about my big goal in life. امروز برایتان درباره هدف بزرگ خود در زندگی می گویم. Ever since I was 5, از وقتی که من 5 ساله بودم I have loved helping people. خیلی دوست داشتم که همراه مردم کمک کنم. When my brother fell down, وقتی که برادرم میفتید I helped him stand up. من همراهش کمک میکردم تا دوباره استاد شود. When my mom was tired, وقتی که مادرم خسته میشد I gave her water and a hug. من برایش آب و بغل می دادم. That's why I want to become a doctor when I grow up. به می خاطر است که من می خواهم یک دکتر شوم وقتی که بزرگ شدم. Doctors help sick people feel better. دکترها همراه مردم مریض کمک می کند تا بهتر شوند. I want to learn everything about the human body. من می خواهم یاد بگیرم همه چیز را درباره بدن انسان. I also want to go to a big university and study medicine. همچنان می خواهم که به یک پانتون بزرگ رفته و طب بخوانم. It will be hard. این سخت خواهد بود. But I am not afraid. مگر من هیچ نوع ترس ندارم. I believe that if I study hard and never give up, I can make my dream come true. من باور دارم اگر سخت درس بخوانم و تسلیم نشوم من می توانم آرزوی خود به حقیقت مبادل سازم. Every day I read books and ask questions. هر روز من کتاب می خوانم و سوال می کنم. I even watch videos about doctors and hospitals. من حتی ویدیوها را تماشا می کنم درباره دکترها و شفاخانه ها. Sometimes I play with my toys and pretend I am a doctor. بعض اوقات من همراه بازیچه های خود ساتری می کنم و تصور می کنم که من یک دکتر هستم. I tell my teddy bear, don't worry, you will feel better soon. من به خرسک خود می گویم تشویش نکن، به زودی خوب خواهد شدی. My goal is not just about me. هدفم فقط برای خودم نیست. I want to help poor children and people in villages who don't have good doctors. من میخواهم کمک کنم اطفال و مردم غریب را که در قریه ها زندگی میکنه و دکترهای خوب در آنجا نیستند. One day یک روز I hope to open a small clinic in my town. ما امید دارم که یک روز یک کلینیک کوچک را باز کنم در شهر خود. My goal is to make the world a better place. آرزو یا هدفم ای است که جهان را یک جای بهتر برای زندگی بسازم.